سلام، وقتتون بخیر باشه، صبحتون هم بخیر باشه. این هم صبح درنگیز امروز. آقا من یک نکته یادم افتاد خیلی جالب بود. من سال 89 اینا طلا بود گرم 32,000 تومان. دقیقه یادمه چیز بود، دونه 4,500 چیزاست. اون موقع من مثلا رفتم یک گرده‌بند فرابر گرفتم، حالا یک کمی دیگه هم گرفتم، دوربر رو فروختم، بعدم زدیم بعضی کارهای دیگه. ولی میخوام بگم امروز و دیشب 3,200,000 بود. چند برابر تو چند سال؟ شما کدوم سرمایه رو پیدا میکنید فکر میکنید تا 5 سال آینده بخواد این رشد رو بهتون بده؟ یک دو هوشمندانه هزینه کنید. ببینید داریم برای چی هزینه میکنید. من نمیدونم شب عیده، اوکی لباس نخر ولی برو طلا بخر. برو یک طلای 400 صوتی بخر، میشه 800,000 تومان 900,000 تومان، ولی اون بعد برای شما سرمایه میشه. ولی خب خیلی میرن لباس میخرن دیگه، انتخابشون.